به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان بسیار ارجمند. یکایک شمایان را به برنامه پارچه های از حیات بزرگان خیر مقدم می گویم. برای چی پارچه های از حیات بزرگان؟ تا اینکه ما و شما در حیات خود الگوی داشته باشیم و تا اینکه ما و جوانان ما پیروی به این بزرگان کرده از حیات این بزرگان پند و حکمت های برای خود گرفته باشیم و این لحظه های کوتاه نمی شود که ما و شما کاملا حیات بزرگان را با هم صحبت کنیم، چون حیات آنها مثل آنها بزرگ است. برای همین می خواهم پارچه های از حیات آنها صحبت کرده باشم و در این لحظه های کوتاه بیایید همراه به حیات آنها وارد شویم. گویا ما و شما از یک کنج حیات آنها را یا پارچه از حیات آن را مشاهده کرده باشیم و امروزه حکایه‌ای که نقل خواهیم کرد حکایه 4 نفر بزرگان، چنانه که از عنوان نوار معلوم گشت این واقعه در مکه مکرمه نزد کعبه مشرفه در بیت الله رخ داده است. یکی از بیگاهی ها وقت غروب آفتاب بین نماز عصر و شام، هنگامی که زیارت کنندگان خانه خداوند طواف میکردند و صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم گردی هم آمده در 4 طرف بیت الله حلقه زنان نشسته ذکر و صحبت ها میکردند. در یکی از کنجهای کعبه 4 نفر بزرگان نشسته بودند. 4 نفر جوانان، یکی عبدالله ابن زبیر صحابی بزرگوار و 2 برادرش مصعب ابن زبیر و عروه ابن زبیر و 4مین نفر عبدالملک ابن مروان. 4 نفر دوستان بین هم صحبت میکردند. یکی از آنها گفت بیایید آرزوی کرده باشیم. نزد کعبه یک حالتی که ایمان انسان جوش میزند. گفتند بیایید آرزوی کرده باشیم و در حق همدیگر دعا کنیم که خداوند این آرزوهای ما را عملی گرداند. یعنی برای خود هدفها گذاریم. این لحظه بود که عبدالله ابن زبیر گفت آرزو دارم که خداوند مرا شاه حجاز گرداند. یعنی مکه و مدینه، حجاز گفته مکه و مدینه را می گفتند. و برادرش مصعب ابن زبیر گفت اما من آرزو دارم که شاه عراق باشم، یعنی کوفه و بصره. عبدالملک ابن مروان گفت اما من باشم آرزو دارم که پادشاه تمام مسلمانان باشم. در این لحظه عروه ابن زبیر در عالم خیالها فکر و اندیشه هایش دور میزد. گفتند ای عروه تو چه آرزو داری؟ گفت خداوند به آرزوهای شما برکت دهد، اما من باشم میخواهم یکی از دانشمندان بزرگترین روی زمین باشم. من میخواهم به خوشنودی و رضامندی خداوند سزاوار گردم و در آخر میخواهم که خداوند مرا به جنتش مشرف گرداند. ببینید چقدر آرزوی بزرگ. بیایید این لحظه هر یکی ما و شما، نمیگویم که ما و شما آرزوها نداریم، بله هر یکی ما و شما، هر یک انسان در قلب خود، در دل خود آرزویی دارد. بیایید این لحظه آرزوهای خود را با آرزوها و هدفهای این بزرگان مقایسه کنیم. آیا آرزوهای ما مثل این بزرگان آرزوهای بزرگ است؟ آیا امروزه جوانان ما هدفهای بزرگ برای خود گذاشتند؟ آیا
آرزوهای بزرگ مثل این بزرگان داشته باشیم و آیا این آرزوهایی که اینها کردند عملی گشت؟ عبدالله ابن زبیر را میبینیم که پادشاه مکه و مدینه گشت و برادرش مصعب چنانه که آرزو کرده بود پادشاه عراق گشت. عبدالملک ابن مروان اینچنین بعد از وفات پدرش پادشاه تمام مسلمانان گشت. عروه چی؟ عروه باشد یکی از دانشمندان بزرگترین مسلمانان گشت. عروه در مدینه 7 فقهای بزرگترین بودند. یکی از فقیهان بزرگترین مکه گشت. عروه یک دانشمند بزرگ شد که امیران و شاهان نزد او برای مشورت می آمدند. وقتی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه والی مدینه گشت، به مدینه آمد و 10 نفر بزرگان مدینه را جمع نمود با سرداری کی؟ با سرداری عروه ابن زبیر. آیا این بزرگان این آرزوهایشان را فقط تنها با آرزو کردن و خیال کردن عملی کردند؟ آیا تنها ما در دل یا در ذهن آرزو کرده من فلان چیز را میخواهم و آرزو دارم گفتن آرزوهای ما تحقق میافته باشد؟ اینها چیکار کردند که آرزوهای اینها عملی گشت؟ اگر عروه را مثال گیریم، عروه را میگویند عروه تا اینکه یکی از دانشمندان بزرگ روی زمین گردد، هر شب و هر روز هر لحظه اش را غنیمت داشته طلب علم میکرد و علم میآموخت. 4 سال از خاله اش عایشه طلب علم کرد. در نتیجه خداوند یکی از دانشمندان بزرگ اهل اسلام گردانید. و در آخر از خداوند دعا میکنیم که خداوند آرزوهای نیک ما و شما را عملی گرداند و برای عملی گشتن آرزوهایمان تلاش کردن خداوند ما و شما را یاریمان دهد. خداوند یار و مددگارتان باشد.